سرخط خبرها 16 ضربی کارد زد و با بنزین آتش زد. بازداشت یک جوان با گمان کشتاری دوست داشته‌اش. در تاجیکستان برای پیشگیری از زورآوری مرکز تماس تأسیس داده شده است. در دوشنبه نرخ خدمت‌رسانی‌ها برای آب نوشابه و رفع آب‌های پرتاب گران شد. درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه نوید 7 روز از یارپیجی منظوری شماست. در این نشر شما را با مهمترین خبرهای هفته اخیر آشنا می‌سازیم. با شما هستم مهدی سید از دوشنبه. جوانی 20 ساله ساکن ناحیه ظفرآباد با گمان کشتار عروس شونده 19 ساله‌اش دستگیر شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 8 سپتامبر خبر داد که حادثه مذکور 5 سپتامبر رخ داده است. به اطلاع منبع گمان برشونده بنابر سبب رد نمودن خواستگاری از جانب والدین دختر از حیثیت رشک دوست داشته‌اش جوان دختر 19 ساله ساکن ناحیه ظفرآباد را با ماشین شخصی به سمت نامعلوم برده در داخل افت مذکور با کارد 16 مرتبه به عضوهای حیاتاً مهم او ضربه زده است. و نوشته وزارت کارهای داخلی پس از این جوان با مقصد قصداً از حد محروم کردن دختر را با بیرحمی مخصوص کشاله نموده و داخل یک بینای ناتمام دهه لاگین درآورده با بنزین آتش زده است. در نتیجه دختر به هلاکت رسیده است. نظر خود جوان، نزدیکان او و نزدیکان دختر کشته شده معلوم نیست. نسبت گمان برشونده با قسم 2 ماده 104 کدکس جنایتی تاجیکستان آدمکشی پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. این بند کدکس جنایتی تا 25 سال زندان یا حبس یک عمره را مقرر کرده است. کمیته کارگزاران و عائله کشور برای پیشگیری از زورآوری مرکز تماس تأسیس شده است. چند پیش کمیته در یک پیامک خبر داد که ساکنان هنگام دچار شدن به زورآوری در عائله میتوانند به رقم 221 زنگ زنند. در پیامک گفته می شود که شهروندان به این مرکز روزهای کاری از ساعت 8 تا 17 مراجعت کرده می توانند. از کمیته زنان اطلاع دادند که مرکز علاقه 2 ماه است که فعالیت می کند و تا این وقت متخصصان حضوری به کارافتادگان مشورت می دادند. مرکز روزهای شنبه نیز از ساعت 8 تا 12 هر روز شکایت شهروندان را قبول می کند. ساکنان همچنین می توانند شخصا به کمیته و یا نهادهای آن در منطقه آمده عاید به مسائل مسکون شوی، پرداخت یا تعیین الیمنت، جداشوی زن و شوهر، زورآوری در عائله و دیگر مسائل مربوط به عائله مشورت حقوقی و روانی رایگان گیرند. گفتن از این یاد به مرکز تماس برای گرفتن مشورت مردان نیز می توانند مراجعت کنند. طبق اطلاع رسمی دوام 6 ماه سال 2025 در کشور 2121 حالت زورآوری به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 277 حالت زیاد است. از شماره حالت‌های زورآوری به قید گرفته شده 256 حالت نسبت مردان و باقی مانده نسبت زنان صورت گرفته است. در دوشنبه نرخ خدمت‌رسانی‌ها برای آب نوشابه و رفع آب‌های پرتاب گران شد. در این باره کارخانه واحد دولتی آب و کورد دوشنبه خبر داده می‌نویسد که در این خصوص 13 آگوست قرار رئیس شهر دوشنبه قبول شده است. از 1 سپتامبر سال 2025 نرخنامه خدمت‌رسانی تامینات آب نوشابه و رفع آب‌های پرتاب برای همه استفاده برندگان پایتخت چنین مقرر شده است. اهالی 2.60 درهم برای 1 متر کوبی، تشکیلات‌های بودجتی 3.59 درهم برای 1 متر کوبی، تشکیلات‌های تجارتی 9.10 درهم برای 1 متر کوبی. برای مشتریانی که حساب کنند که آبی ندارند و از آنها حق خدمت‌رسانی سریکسی در یک ماه برای 1 نفر گرفته می‌شود چنین مقرر شده است. برای بیناهای بلند آشیانه 28.7 درهم، برای حوله خصوصی با آب و کانالیزاسیون تامین بوده 23.39 درهم، برای خانه‌هایی که از کلانکا یا جمع‌های نزد حولگی استفاده می‌برند 7.41 درهم. کارخانه از ساکنان پایتخت خواهش کرده است که با نرخنامه نو شناس شده حق خدمت‌رسانی‌ها را سریع وقت پرداخت نمایند. نقل ختنام با سبب کارهای تعمیری موقتا بسته می شود. وزارت نقلیات کشور خبر می دهد که نقل ختنام با سبب کارهای تعمیری از 12 تا 19 سپتامبر بسته می شود. طبق اطلاع وزارت در این مدت حرکت همه نمود نقلیات در مسیر دوشنبه کلاب قلعه خم قاروق توسط نقل ختنام قطع می گردد. گفته می شود که در این مدت واسطه‌های نقلیات توسط راه تباروی یعنی آلترناتیوی سفر کرده می توانند. در سال 2025 بیش از 87% کودکان شهروندان خارجی که برای تحصیل در مکتب‌های روسیه مراجعت کردند قبول نشدند. سبب اساسی ردکنی را کمبودی در بسته حجت‌ها برای سنجش سطح دانش زبان روسی نامیده است. راهصبر نظار نهاد نظارت در سایه معرفی روسیه طور اینترفکس خبر می‌دهد در ماه‌های اپریل اوگوست حجت‌ها برای قبول 23616 کودک پیشنهاد شده است. تنها 8223 کودک بسته پر حجت‌ها را داشتند و از آنها 5940 نفر به امتحان راه یافتند ولی تنها 2964 نفر آنها موفقانه سپردند.
این رقم همگی 12.6% عمومی داوطلبان را تشکیل می‌دهد. در روزخبرنگار گفتند که سنجش‌ها با در نظر داشت سطح هر صنف تهیه شدند. علاوه بر امتحان والیدان وظیفه‌داران یک قطار حجت‌ها را پیشنهاد کنند. اگر مجموع حجت‌ها ناپوره باشد، مؤسسه‌های تعلیمی عریضه قبول را به بررسی رد می‌کنند. یادآور می‌شویم که از 1 اپریل سال 2025 برای خارجیانی که می‌خواهند در مکتب‌های روسیه تحصیل کنند، سنجش حتمی دانستن زبان روسی جاری شد. نتیجه منفی اساس برای رد کردن قبول به مؤسسه تعلیمی می‌گردد. مهاجرت به کشورهای پیشرفته بخصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه‌های کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید، مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یخچال منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی به طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیا کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. بیننده عزیز، این برنامه 97 روز بود. با ما باشید و ما را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری نمایید. خیر.